سلام عزیزان، خوب هستین؟ امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. خب دوستای گلم، تمرین گردی و خط رو انجام دادیم. خب این جلسه میخوام آموزش حروف رو بهتون یاد بدم. این گردیایی که تمرین کردیم، خب اینا برای حرف نون هستش. اینا برای حرف نون ما کاربرد داره تو خطاشیمون. خب حروف توی خطاشی به دو بخش تقسیم میشه: منطقی و احساسی. دقت کنید، مثلا ما هین رو می نویسیم. خب دقت کنید، خب این قسمت منطقیه چون با منطق و خیلی با دقت ما انجام میدیم، و این قسمت خطمون احساسیه چون ما با احساس می نویسیم، می کشیم و اونو پرتاب می کنیم. راستی دوستان، حتما ما خط ابرویی رو خیلی تمرین کنید. خط ابرویی یادتون نره. خب هم خط ابرویی هم خط مویی، چون ما خیلی از حروفمون مثل هین، ه، مثل ه دو چشم، مثل صاد، دقت کنید، مثل سین. خب ما با خط ابرویی این کلمات رو می نویسیم. حتما باید خیلی تمرین کنید تا دستتون را بیفته. خب دوستان، میخوام این جلسه بهتون حرف ه گرد رو بهتون آموزش بدم. به همین روش دقت کنید. بازم تکرار میکنم. دقت کردین؟ هتون باید به همین شکل باشه، نباید خیلی بزرگ باشه یا مثلا خیلی کوچیک باشه یا مثلا به این شکل باشه. اینها اشتباهه. خب باید حتما به این اندازه باشه، چون با توجه به پهنای نوک قلممون ما باید طرح رو بکشیم، خطا رو انجام بدیم. دقت کنید به همین روش. حتما تمرین کنید که یاد بگیرید. خب یه بار دیگه انجام میدم. خب دوستان، این حرف ه گرد بود. الان میخوام حرف میم رو براتون بنویسم که شما یاد بگیرید. همین ه رو خب انجام میدیم، میکشیم، بعد به این صورت. ما وقتی اینجا مکس میکنیم میگیم سکته. دقت کنید، سکته و ادامه. حتما باید به این شکل باشه. نگاه کنید، دوباره بازم میکشم، باید حتما روی خط باشه. این یکی میگم رفت بالاتر، اشکال نداره. حتما باید ما هلال این قسمت میم رو از اینجایی که شروع میکنیم، هلالش یا قسمت گردیش رو انجام بدیم. شروع کنیم به هلالی کردن خطمون. دوباره ببخشید. خب اینم از حرف می. خب حالا حرف واو. حرف واو مثل همون ه گرد هستش. دقت کنید.
صورت. نگاه کنید. یه بار دیگه انجام میدم براتون. نباید خیلی خمیده باشه واومون. خب باید حتما مثل حالت ایستاده داشته باشه. الان ما خط مرکزش رو میکشیم. نگاه کنید. خط مرکز، انتهای واومون نباید از خط بیاد جلو. دوباره بازم کار میکنیم. دقت کردین؟ حتما نقطه ه، میم و حرف واو رو تمرین کنید عزیزان. نظراتتون رو حتما برا من بنویسید.